درود دوستان. امروز با یک ویدیوی آموزشی تحلیلی دیگه در خدمتتون هستم و قبل از هر چیزی میخواستم بگم که این ویدیوها صرفاً جهت آموزش شما هست و هیچ وقت به عنوان یک سیگنال یا یک توصیه مالی محسوب نمیشه. امروز قصد دارم USDT دامیننس رو براتون تحلیل کنم که ببینیم در روزهای آینده ازش چه انتظاری داریم. اولین نکته‌ای که به نظر من میرسه که خدمتتون بگم اینه که برای اونایی که تازه به کریپتو مارکت اومدن خیلی مهمه که بدونن که رابطه USDT و کریپتو مارکت رابطه معکوس هست. یعنی اینکه اگر که به زبان ساده اگر که USDT دامیننس بالا بره کریپتو مارکت پایین میره و بالعکس. وقتی که USDT دامیننس پایین بره کریپتو مارکت بالا میره. این به زبان خیلی ساده بود که امیدوارم کمکتون کنه. حالا از این برمیگردیم به سمت انالایز USDT در این برهه زمانی. همونطور که میبینیم در یک روند رو به پایین هستش و این همون حالتیه که ما میدونیم که در چند هفته گذشته آلت کوین ها و بیت کوین یه حرکت بسیار خوبی رو داشتن. از هولوش اوایل اپریل این حرکت شروع شد و همینک ادامه داره. نکته‌ای که هست ما داریم به نیکد پوینت آف کنترل این زونی که محدوده سبز رنگی که براتون مشخص کردم نزدیک میشیم و در روز گذشته یعنی یک شنبه ما یک ایندیوسمنت داشتیم اینجا، یعنی قبل از اینکه به اون ناحیه برسیم یه ریاکشن نشون دادیم. حالا نیکد پوینت آف کنترل ها اینها مناطق فوق العاده مهمی هستن و اکثر مارکت ها و کوین های معتبر به اونا واکنش نشون میدن. USDT هم از اون امر مستثنا نیستش. پس چه انتظاری تو اینجا داریم از این پرایس اکشن؟ انتظاری که من از این پرایس اکشن دارم اینه که بیاییم و این نیکد پوینت آف کنترل رو حداقل به صورت یک تاچ یا SFP انجام بدیم و بعد یه حرکت رو به بالا حداقل تا این های قبلیمون ادامه داشته باشه. این به نظر من یک اکشن بسیار ولید هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما برمیگردیم و این نیکد پوینت آف کنترلی که اینجا میبینیم POC این زون قبلی رو که تاچ نشده بوده تاچ میکنیم و بعد از اون یه ریاکشن نسبت به این ناحیه داریم، چون هدف مارکت بعد از اینکه یک چند وقتی رو توی این محدوده گذرانده این بوده که از این ناحیه بیاد بیرون. حالا برای بعد از مدت ها دوباره برمیگرده به اون ناحیه و از این ما انتظار داریم که یک ریاکشن رو به بالا داشته باشیم. تا کجا میایم بالا؟ حداقل برای الان میتونیم این ناحیه که های قبلی بوده مد نظر داشته باشیم. از لحاظ RTM میتونیم ناحیه‌های فیر ولیو گپی که اینجا تشکیل شده رو تارگت کنیم، ولی
در حال حاضر من فکر میکنم این تارگت معقولی باشه. البته خیلی هم فرقی نداره زیاد باهاش، حدود مثلا 0.1% تفاوت داره که قابل اغمازه. این از این. خب USDT رو که ما ترید نمی کنیم، پس این به چه دردمون میخوره؟ البته تو پرانتز بگم کسانی هستن که USDT رو هم ترید میکنن، ولی ما اکثرا کریپتو رو ترید میکنیم، توکن های مختلف رو ترید میکنیم، نه USDT رو. حالا اگه نگاهی بکنین این جدول سمت راست من تمام توکن هایی هستن که اکثر توکن هایی هستن که من زیر نظر دارم. حالا همشون اکثرا سبزن و وقتی ما میریم USDT دامیننس قرمزه. یعنی چی؟ همون چیزی که مطلبی که اول خدمتتون عرض کردم اینه که وقتی که USDT دامیننس به سمت پایین حرکت میکنه یا قرمزه، بقیه توکن ها، آلت کوین ها و بیت کوین اونها حرکت صعودی دارن و بالعکس. پس نکته که من از این تحلیل روزانه میخواستم براتون به دست بیارم اینه که در یک بازه زمانی 1 هفته‌ای شاید ما میریم که این POC رو تاچ کنیم و بهش ریاکشن نشون بده، پرایس اکشن، و بعد از اون یک حرکت صعودی داشته باشیم توی USDT. بعد این حرکت به نظر من با یه دایورجنس هم همراه خواهد شد، با یک واگرایی که اون به این صورته که ما توی پرایس اکشن یه حالت پایین اومدن داریم و توی آسیلاتورامون به صورت بالا، یعنی یک حالت واگرای حرکتی در پرایس اکشن و آسیلاتورامون اینجا مشاهده خواهیم کرد که به نظر من این منشأ این حرکت رو به بالامون خواهد بود و این اکشن توی چند روز آینده حرکت به سمت پایین تا چند روز آینده ادامه پیدا کنه و بعد از اون واکنش به نیکد POC و بعد حرکت بالا. پس از مارکت چه انتظاری داریم؟ اگر که USDT بیاد پایین، ما انتظار داریم که کریپتو مارکت رشد بکنه. همونطور که می‌بینی الان خیلیشون سبز هستن و در وهله بعد از اینکه به این نیکد پوینت آف کنترل واکنش نشون داد، به سمت بالا حرکت میکنه که نتیجهش میشه این که تمام توکن ها حالت ریزشی یا کرکشن خواهند داشت. امیدوارم که این ویدیو هم به شما کمک کنه برای درک و فهم بیشتر و حرکت و جهت مارکت. در ویدیوهای بعدی مناطق مهم دیگری رو و توکن های دیگر رو با هم دیگه بررسی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.